این نقشه 350 سال قدمت داره که روش نوشته شده خلیج فارس. درود، اینجا شهر زیرزمینی کاریزه و یه نکته جالبی که داره، مهندس حاجی حسینی 19 تا از قدیمی ترین نقشه های دنیا که حداقل قدمتشون به 250 سال پیش برمیگردن و جمع آوری کردن که روی همشون اسم خلیج فارس میدرخشه. و جالبتر از اون، تمام این نقشه ها توسط خود اروپایی‌ها طراحی شده. شهر زیرزمینی کاریز توسط ایرانیان باستان طراحی شده که 5000 سال قدمت داره و شروعش از روستای باغو و انتهاش به شهر حریره ختم میشه که در طول این مسیر 15 کیلومتری 274 تا حلقه چای آب شیرین وجود داره که 74 تاش تو همین 1 کیلومتری شهر کاریزه. این چاها آب آشامیدنی و زراعی خود جزیره و جزایر همسایه و حتی کشتی عبوری هم تأمین می‌کرده. و جالبتر از همه اینا سقف اینجاست که 14 متر ارتفاع و 7 متر ضخامت داره که تشکیل شده از گوش ماهی و فسیل مرجانه. راستی طبق تحقیقاتی که تو شهر مونیخ انجام شده، قدمت این فسیلا به 570 میلیون سال پیش برمیگرده. پس هر وقت اومدی جزیره حتما به اینجا یه سر بزن. من آرمان سفری، فعال حوزه گردشگری و اینجا هم بیش آیلنده. اگر میخوای جزیره زیبای کیشو از یه زاویه جدید ببینی، با من همراه شو.